سلام، من آدم خوش اومدید به قسمت جدید از سری ماینکرافت هاردکور به همراه من. تو قسمت قبلی رفتیم دراگون رو کشتیم و خب تخمش هم گرفتیم. بذارید اینهاش تخم دراگون. و خب تو فاصله بین دو اپیزود من اندرپرل جمع کردم، بلاک جمع کردم که امروز باید بریم سراغ یه آیتم به اسم الایترا که بتونه ما رو راحت کنه یکم از شر یه چیزایی. پس بعد بدون معطلی بریم سراغ. اوکی، الان باید بریم داخل این گیتوی که من باید الان برم بالا. اوه لگ. اوکی، باید برسم بالا و خب برای اینم که بریم داخل یه NCT منطقاً باید چی سونیم دیگه، اما هیچ اینجا رو اینجوری میکنیم و اول از همه که ریسپان پوینت هم انشالله که ست هستش داخل خونمون، اگر نبود که فدا سرتون. اینو میکنیم داخل این. اوکی، یا اول فصل. اوکی، جای خوبیه گیت بهمون. و الان برای اینکه NCT پیدا کنیم، با اینکه خیلی لگم بازی رو استاپ کنم، میام اینجا داخل ردر دیستنس و اینا میذارم روی 20 چون بیشتر از 20 سیستمم به چخ میره. آخ کار میدونه اینجا یه چند تایی NCT بتونم پیدا کنم و خب NCT هم کشتی دار میخوام. واو چی این دور بر نیست اون بر چی یا اول فصل. برم اون بر رو ببینم. اوه راستی من بعد از مختصات اینجا یه لحظه این مختصات اینجا رو باید یادداشت کنم. انقدر میریم تا بالاخره یه دونه NCT پیدا کنیم و این همه بلاکم جمع کردم به خاطر همین بود. روانی نیستم که این همه بلاک جمع کردم. نسیاقت لونه که رسیدیم. اوکی، آخ با مخ خوردیم زمین ولی عوضش الان دیگه رسیدیم. اوکی بچه ها، من الان تقریبا 1 ساعتی که دارم دنبال NCT میگردم و این فاجعه ایه که پیدا کردم. ولی خب ایشالله که توش چست مست هست که مثلا ارزش لوت کردن داشته باشه. پس یه لحظه من برم یه ساعت اینجا رو لوت کنم. اندرمنم یه بار نزدیک بود حالا بکشم، حالا خیلی کم نمونده بود ولی خب بلش کن. بریم یکم شالکر بکشیم. بزنید. اوه چجوری زدی؟ بی ادب. خب این است. اوه غیب شد. منم هیچی ندارم. بذارین اسلبا یک استشن این انقدر اندرپرل نمیدازم این شالکر رو تحویل میگیرم. اوکیه اوکیه، بریم بالا. یالا. اوکی بچه ها، NCTش نه شالکر درست حسابی داشت نه چی، ولی خب من الان میتونم از این شالکره استفاده کوچیکی ببرم ولی چوبام تموم شد به خاطر جنگ با دراگون و همینطور اینجا چون داشتم از اندرمنو کشته میشدم مجبور شدم یک کمپ فایر بسازم و یکم غذا درست کنم و به همین دلیل کلا چوبام تموم شده و الان چوب ندارم. الان باید ناچار باشیم به دنبال یه NCT که اندر چست و چست داشته باشه. خب اینجا هم هیچ الایترایی نداشت، پس بریم. که همین نزدیکی های NCT جدید دیدم که ایشالله اینه که کشتی داره. خدایی اگه اینم کشتی نداشته باشه من بدشانس ترین پلیر کل ماینکرافتم. خب خیلی هم بدشانس نیستم چون NCTش از این چیزا داره. بذارید بریم سریع اونجاش هم ببینیم، لوت کنیم سریع. یه اندرپرل ول میدیم و میافتیم اینجا. حالا یک پرل دیگه باید ول بدیم از نظر من، ولی خب اگه درست ول ندیم یکیشو اتفاقای خوبی برای هاردکارمون رخ نمیده دوستان. از اینجا بزنم فکر کنم اوکی باشه. اوکی همه چی عالی.
بریم سراغ انسیتی کشتی نداره. وای اینم کشتی نداره حاجی. عوضش بریم یکم اگه چست و اینا داشت اینا رو برداریم، دقیقی استفاده از اونا میشه کرد. بریم اون برای این جزیره هم ببینیم. یعنی 1 ساعت تمامه من الان دارم دنبال انسیتی کشتیدار میگردم. این جزیره هم بریم سمتش یه بریج بزنیم. خدایی من تو عمرم اینقدر دنبال انسیتی کشتیدار نگشته بودم. هولی شت، پرل کردم افتادم اینجا. وات د فاز. یعنی یه کوچولو کم مونده بود، ممکن بود بمیرم البته چون، ولی میافتادم پایین فکر کنم. نه نمیمردم در هر حال، ولی خیلی بد جا پرل کردم، شانس آوردم. اوه شت، یه انسیتی دیگه دارم اونجا میبینم. امیدوارم که تکراری نباشه و دوباره نرفته باشم دنبال نخود سیاه. ولی خب اسم میکنم همون قبلی است که پیدا کردم. یکم فرق دارن و کشتی، تو رو خدا یه کشتی دار میخوام فقط. کشتی دار نداره کشتی ها. ولش کن، من فکر کنم اینو قبلا رفتم. حاجی پیدا کردم، به قرآن مجید کشتیه. آره حاجی کشتیه، حاجی کشتی بنازم. پیداش کردم، الایترا دارم میام. فقط الان فایرورک ندارم و خیلی خوشحالم. انشالله که چست مست داره انسیتیش دیگه. بریم سمت انسیتی. یه حاجی چجوری بی ادب منو میزنی؟ دوستتون کجاست؟ دوستتون هم دیدم. بریم سر این انسیتی رو هم لوت کنیم. خدایی دارم میمیرم، اچپیم خیلی کمه. اوه چجوری اینا میمیدن منو اصلا؟ بابا اینا چیه واقعا؟ این شالکرا خودشون چی فکر کردن الان خیلی قویان؟ بذار این پوشن رو بردارم داشتم. ای حاجی پشما، من لوکال بروری گرفتم. یعنی تا حالا من پوشن درست نکردم، خیلی قویه. اینو بزنیم بابا، زیادن اینو. چقدر فکر کنم. آروم باش بی ادب. بذار بکشم. فقط یه الکترون تو چستشون. او رسپریشن، باز هم رسپریشن. و این پیککسی بود که من لازم داشتم. اینو من لازم دارم خیلی. خب اینم بد نیست. خوشم نیومد. کی داره میزنه حاجی؟ بلم کن. این چیه؟ این افیشنسی 3. اینو بر نمیدارم. ببینم چست پلیت 2 تا دارم دیگه. اینو میذارم، اینو به جاش بر میدارم. صدل مدلم که نمیخوام. بذار یه شالکر. و این هم از این حل چشات. اینم دیگه قدردانی ماینکرافته که چیز خاصی نیست دیگه، ردش میکنیم. اوکی قشنگ اینجا در اومدم. ماهرین کل ما هم دارن چیکار میکنن با خودش. پس بعدو از دست ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. من رادم و خدافظ.